بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. زنانی که اگر هم راضی باشید شما و آنها نکاحشان حرام قطعا. الله سبحانه و تعالی محرمات را، انواع و اقسام محرمات را حدوداً 15 نوع زنانی که نکاحشون برای شما در صورت رضای آنها هم حرام است بیان کرد. اکنون حکم 12 زنانی که با آنها نکاح جایز است، شرایط نکاح را الله تعالی بیان میکند. احل لکم، حلال قرار داده شده است برای شما ما اون زنانی که غیر این زنانه مذکوره باشد. غیر این زنانی که ذکر آنها شد، اون زنان برای شما حلال قرار داده شدن. لیکن شرط اولینه که ان تبتغوا باموالکم، شما طلب کنید آنها، یعنی خواستگاری کنید، از اولیاء آنها اجازه بگیرید و از اولیاء آنها خواستگاری کنید. ایجاب و قبول اینجا آمد. شما آنها را طلب کنید، آنها بگن که ما دادیم اولیاء زنان و شما بگید ما قبول کردیم. شرط دوم مال باید بدید، به اموالکم طلب کنید، مهر بدید. شرط سومین محسنین، شما آنها را عقد دائم کنید، یعنی در حالی که خود را عفیف کنید با آنها، مقصد عفت باشد، در حالی که غیر مصافح باشید. شما آنها را به عقد خود بیارید و خود را با آنها عفیف کنید. محسن اینجا به معنای عفت و پاکدامنی، شما خود را عفیف کنید و غیر مصافح باشید، یعنی مقصد عقد دائم است، عقد موقت نباشد. این محسنین غیر مصافحین صیغه را و متر رد میکنه. چرا؟ در صیغه هدف احسان نیست، در صیغه هدف همون غریزه را دفع کرده، مثل بلا نسبت زانی. زانی دیگه هدفی ندارد جز اطفاء غریزه. او نمیخواهد که خود را عفیف کنه و در ازدواج شما محسنین باشید، یعنی خود را عفیف کننده باشید. شرایط اربعه نکاح: اول ایجاب و قبول، ان تبتغوا، دوم به اموالکم مهر ادا کنید، ادای مهر و پرداخت آن، سوم دینیت، محسنین باشید یعنی موقت نباشد، چهارم هدف اطفاء غریزه نباشد که در متع زنا، بلکه اولاد مقصد باشد. غیر مصافح باشید. زانی جز ریختن آب، صف به معنای ریختن، مصافحین معنی ریزان آب ریزان نباشید. پس الان که این زنان را با این شرایط شما عقد کردید و استفاده کامل خود را با خلوت صحیحه یا با قربان گرفتید، لحاظا مهر باید پرداخت. پس آن زنانی که استمتعتم بهی،
استفاده کامل گرفتید با آن زنان از این زنان حلال. ببینید یکی ضمیر بهی است و یکی ضمیر هن. ضمیر بهی برمیگردد به ما، لفظ ما مذکر، لفظ ما چیه؟ مذکره. و ضمیر هن هم برمیگردد به اون ما وراء ذالکم، از این زنان حلال. در هن من هن معنای ما وراء را نیت کرده که مراد زنان هست و در بهی مراد همین ما لفظش رعایت کرد. فما استمتعتم بهی، پس آن زنی که شما استفاده کامل گرفتید از آن زنان با جماع یا خلوت صحیحه، منهن از این زنان حلال، نه از اون زنان حرام. پس بدهید به آن زنان که شما استفاده را از آنها گرفتید اجورهن، یعنی مهورهن، مهر آنها را به آنها پرداخت. این فریضتا فرضی از جانب خدا به گردن شما مهر و از اون دیونی هست که باید پرداخت شد. خب این معنای آیه هست که عرض کردیم زنی که شما از او استفاده گرفتید از این زنان حلال، زنانی که از اونها استفاده گرفتید از این زنان حلال، شما بدهید اجور آنها را، مهور آنها را. حالا اینجا اشکال وارد می شود، چرا قرآن عظیم و شان اجورهن میگه؟ مهر را قرآن عظیم و شان اجر تعبیر کرده، همانطوری که اجر کارگرها و دیگه کسانی که برای شما منفعت میدن از چیزی به شما نمیده، یک منفعتی به شما میده. مثلا کارگر 8 ساعت می آید اینجا کار میکنه، به شما منفعت میرسانه، نه 8 ساعت گوشتنگ شما را میچرانه یا 8 ساعت اتوبوس شما را سواره، او به شما یک منفعتی میرسانه با کار کردن و چرانیدن، و شما به خاطر سوار کردن در ماشین به اون مردک منفعتی میرسانید. حالا کرایه شما به گردن او لازم نمیشه، یا حق اون کارگر و حق اون مزدور که گوسفند چرانیده یا در زمین کار کرده یا در مغازه کار کرده او به شما منافعی رسانیده، لحاظا اگر او لازمه به گردن شما دینه. زنی که شما از او استفاده کردید ظاهرا به شما چیزی نداد که شما بغل کنید و برید، یک منفعتی به شما داد، لحاظا اجرش لازمه. یعنی همانطوری که اجر اجیران دیگر لازم هست، اجر زن هم همینطور مهرش لازمه. این خاطر قرآن اینا اجور میگه که شما نگید من چیکار کردم، تو هم نیازمند بودی من هم نیازمند بودم، لحاظا تو تا محتاج به یک دیگر رسیدن دیگر تو از من سر پول میگیری. الله تعالی میگه نه، این اجوره، این اجره، این در عوض اون منفعتی که تو گرفتی باید بید. خب اینها میگویند که این آیت صریح در عقد صیغه استمتاع متع، و این آیه را در باب متع میگن آیه صریح است. استمتاع عقد موقت، عقد 2 ساعتی، 1 ساعتی، نیم ساعتی، 5 دقیقه‌ای. عقد موقت هر چقدر وقتش شما تعیین کنید.
از 5 دقیقه و از 1 دقیقه گرفته تا 10 ساعت و 20 ساعت و 10 روز و 1 ماه و 2 ماه و 6 ماه و 7 ماه الی آخری موقت دیگه. و آنها از این آیه شریفه استدلال میگیرن که اینجا استمتاع گفته شده یعنی متعه، ریشه کلمه متعه بابش استمتاع و این چیز را بیان میکنه. حالان که قرآن عظیم الشان در ما قبل محرمات را بیان کرد، بعد زنانی که برای شما حلال شرایط حلت را بیان، بعد وقتی گفتد این زنان حلال وقتی شما استفاده کامل را گرفتی بینها مهدید. حالا ما میپرسیم آیا استفاده کامل از زن دائمی است یا از زن 5 دقیقه‌ای؟ زنی را که شما برای 4 ساعت صیغه کردی اونجا چه استمتاعیه؟ هر لحظه جدایی او زنگ میزنه، استفاده است یا بلا هست؟ هیچ استفاده ای نیست. زنش 4 ماهی یا زن 2 ماهی که با او شما دل داده ای آیا استفاده ای میشه یا بلاهیه؟ هر ثانیه و هر دقیقه زنگ میزنه که زن جداه. از کدوم زن استفاده خوب گرفته میشه؟ زنی که وقتی انسان او را عقل میکنه دائم دیگه دلهوری نداره، فکر اینه که تا من زنده هم و این زن زنده هست ما دوتا با همین. کدوم استفاده خوب میشه؟ تو باز ما از اینا میپرسیم که استمتاع که ریشه کلمه استمتون هست آیا معنای اصطلاحی عقد موقته یا معنای لغوی؟ ببین فنکحوا این کلمه هر جا به کار رفته برای ازدواج، یعنی برای عقد یا برای وسیع، الان اون کار ما نداریم، لحظه برای عقد به کار رفته. فنکحوا معنای لغویش اینجا ملاحظه نیست در اصطلاح قرآن و شریعت. لفظ نکاح به معنای لغوی که ضم کردن استعمال نشده، هر جا به معنای عقد، معنای اصطلاحیش. معنای لغوی معنی ضم. شما اگر بشنید این چیز را با فلان چیز ضم کن، شما نمیگید که فنکه، معنی لغوی اصلا استعمال نمیشه. اینجا معنی اصطلاحی نکاح. وقتی گفتن فلانی نکاح کرده یعنی که ایجاب و قبول کرده، بین فلانی و فلانی مثلا عقد برقرار شده، نکاح برینه. استمتاع شما معنی حقیقی، معنی لغوی استمتاع عقد موقته یا معنی لغوی. اگر معنی اصطلاحیش عقد موقته تو خدای عزوجل صیغه کنندگان را گفته است که جهنم مالش کنه. فاستمتعتم اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم. شما صیغه های خود را کردی دیگه برید تو جهنم، دنیا آخرت شما جایی نداری. یا قرآن عظیم الشان اگر شما میگید معنای اصطلاحی عقد موقته، تو پس هر جا باید لفظ استمتاع آمد شما همون معنی را بگیرید. چنانچه که لفظ نکاح هر جا آمده در قرآن به معنای همون عقده، معنای اصطلاحی نکاح که عقد باشد، نه معنای لغوی. و اگر معنای لغوی هست تو پس هر جا که تمتعه شما پس همونجا عقد موقت ثابت کنید. و این مستمتعین را الله تعالی هر جا که ذکر کرده به عنوان مذمت ذکر کرده. پس سروران گرامی اینجا معنای استمتعتم معنای اصطلاحی نیست، این معنای لغوی اینجا به کار رفته شد.
به معنای بهره برداری، استفاده کردن و استفاده صحیح را از زنان میکنن که دائم عقد باشند یا از همین یک دو دقیقه‌ای. از زنی که شما از استفاده کردید در عقد دائم، چون در محکم گفت که شما طلب کنید به اموال محسنین غیر مسافرین و در صیغه جز سفه دیگه هیچ هدفی نیست. پس الان مراد از این استمتاع این معنای اصطلاحیش عقد موقت نیست، اینجا به معنای اصلی و لغوی به کار رفته. شما از زنانی که استفاده کردید، پس چون قبل از استفاده امکان دارد که مهر زن ساقط باشد به حرکت ناجور زن، لیکن بعد از استمتاع مهرش ساقط نمیشه. مثلا اگر یک زنی نعوذ بالله جنایت کرد، فرزند شوهر را بر خودش تمکین داد، قبل از اینکه با شوهرش استفاده کنه، خب او جدا میشه و مهر هم نداره. لیکن اگر استفاده کرده از او، یعنی با اون نزدیک شده و این جنایت را انجام بده، جدا کی میشه، لیکن مهر هم باید بده. چرا؟ مهر در برابر اون بزرگ بوده و استفاده کرده. پس اینجا مراد از اون زنا استفاده عقد دائم هست که استفاده حق داره و فریضه است. ولا جناح علیکم، خب گناهی نیست بر شما در آن صورتی اگر شما اصرار دارید نه استمتاع صریح است در عقد موقت، تو پس خدا گفته صیغه کنندگان سهمی از آخرت ندارند. در سوره توبه الله تعالی صیغه کنندگان را گفته سهم شما همین صیغه است، در آخرت بهری ندارید. الله تعالی کفار را میگه فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم. الله تعالی میگه کالذین من قبلكم كانوا اشد منكم قوة و اکثر اموالا و اولادا. پس اگر شما استمتاع را به معنای عقد موقت میکنید، این کار کفار بوده. خدا میگه فاستمتعوا بخلاقهم، کفار قبل از شما هم خوب بهره برداری کردن. فاستمتعتم، شما هم خوب بهره برداری کردید از خانم ها، هر شب یک خانم جدیدی در آغوش آوردید. کما استمتع الذین من قبلکم، مثل آنهایی که خوب بهره برداری کردن قبلا به سهمهای خود. و خودتم کالذی خاضوا، شما هم فتوال و بازی کردید مثل که آنها کردن. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک هم الخاسرون. خدا میگه صیغه کنندگان خاسرین دنیا و آخرت هستند. شما میگه استمتاع صریحه نی؟ پس هر که در دنیا صیغه کرده مثل شما خاطره، شما هم خاطری. هیچ فرقی بین با و بین صیغه نیست. به اینی فاستمتعتم، خدا میگه شما هم استمتاع کردید مثل آنهایی که قبل از شما صیغه کردن. پس صیغه کنندگان خاطرین درجه یک هم. و در سوره احقاف خواندید، یاد شما هست الله تعالی روز قیامت به صیغه کنندگان میگه شما هیچ سهمی ندارید. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، خوب صیغه کردید شما در دنیا. پس اگر شما استمتاع را به عقد موقت حمل میکنید، خدا صیغه کنندگان را مذمت کرده، گفته صیغه کنندگان خاسران درجه یکند. و اعتقاد ما اینه که اینجا هم به معنی بهره برداری، اونجا هم به معنی بهره برداری. و قرآن عظیم الشان دو مورد را گفته که شما غیر ملومین در دو سوره، یکی در سوره مومنین و یکی در سوره معارج که خواندید. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم والذین هم لفروجهم حافظون
الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. دو مورد هر که شرمگاه خود را اعمال کند او ملامت نیست، یکی بر زنان و یکی بر کنیزان. ما شما میپرسیم که زن عقد موکد و این زن موکد زن است یا کنیز است؟ اگر زنه شما میگی این عقده و این زنه، چرا به این بیچاره میراث نمیدید حالا که خدا میگه زن میراث داره؟ همین الان خندید. و حالا که زن از مرد و مرد از زن میراث میبره، اگر شما میگی که زن صیغه‌ای در ازواج داخل است، تو کدوم آیه زن صیغه‌ای را از میراث محروم کرده؟ اون آیه را برای ما بیاری که گفته بشه زنان عقد دائم میراث میبرند و زنان صیغه‌ای میراث نمیبرند. اون آیه را برای ما بیاری. حالا که الله تعالی گفته زنان میراث میبرند و من اونجا برای شما عرض کردم که ولو هم که نامزد باشد، کدوم آیه که زنان را تقسیم کرده؟ حالا موارد اعمال شرمگاه دو موردن، یا زنند یا کنیزند. اگر اینها زنند چرا میراث بهشون نمیدید؟ اگر اینها زنند چرا بهشون مسکن و طعام و لباس؟ خود اینها تصریح کردند که عقد موکد حق مسکن ندارد، حق لباس ندارد، حق خوراک ندارد مگر به شرط. اگر شرط کرد که درسته، اگر شرط نکرد حق ندارد موقع عقد موکد. حالا که این عقد دائمی که ما به قائلیم و شما به آن قائلی، این دیگه این چیز را بدون شرط شروط لازم میشن، مسکن، لباس، خوراک. اگر اینها زنن میراث را نمیبرند، شما چرا این مردان از آنها؟ اگر شما میگی در ازواج داخله، خب اگر در ازواج داخله باید تا 4 تا بیشتر جایز نباشه، چرا 70 را یک شیخی صیغه میکنید و میبرید؟ 50 60 حدی ندارد. زن صیغه‌ای حدی ندارد. اگر زنه چرا عده ندارد؟ اگر زنه چرا طلاق نداره؟ عقد موقت با گذشت وقت جدا میشه، لازم نیست که طلاقی بگه، طلاقی بده. وقت ساعتش تمام شد 2 ساعت دیگه تمامه، چرا طلاق نداره؟ زن رو باید طلاق داده بشه تا جدا بشه، یا از طرفین یکی بمیره، شوهر بمیره تا زن جدا بشه، دیگه راه جدایی نداره، یا طلاق یا مرد. تو شما میگی خود به خود جدا میشه. تو در ازواج اگر شما میگید که آیه الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم این در ازواج داخله، چرا شرایط ازواج برای این فراهم نیست؟ کدوم آیه زن موکد را محروم کرده از میراث؟ یا مرد موکد را محروم کرده از میراث اون زن؟ زنکر نکاح کردی، एकदम تصادف کردی، میلیاردر هم هستی، شما میگی مهر نداره چون صیغه بوده. در ازواج داخل نیست. فقط بگید اینها کنیزن. کنیز هیچ چیزی نداره، کنیز خودش هیچ چیزی نداره، نه مهر داره نه کسی که مالک یک زنیه، کنیزش هست و هر چقدر باشد حد و مرزی نداره. اینا را کنیز بگید. زنان موکد را تا شما را بپرسن در سازمان حقوق بشر. ان الله کان علیما حکیما. الله تعالی علیم است، مصلحت شما را میداند، حکیمه. هم گناهی بر شما نیست در آن صورتی که شما راضی بشید برای گذاشتن آن مهر بعد از فریضه. مهر مکرر کردی، حالا زن بخشید مهر خود را، یا همه را یا بعضی را، تو برای شما گناهی نیست. خب
این حکم 13 باز هم حرمت متاع و عاریة الفرج را بیان میکند. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات، هر کسی که استطاعت ندارد از شما، ندارد از شما طاقت که نکاح کند زن حره را. این محصنات اینجا به معنی حرائر، تو زنان آزاد مؤمنه را تو پس نکاح کند از اون زنانی که مالک ایمان شما هستند، من فتیاتکم، از کنیزان شما که مؤمنات باشند. الله تعالی میگه هر کسی از شما استطاعت نکاح زن حره مؤمنه را ندارد، کنیزان مؤمن را نکاح کند. کنیزان مال خودش نیست، مال دیگران. پس اینجا قرآن باید گفت صیغه کنه. صیغه خیلی مونتش کمه، 10,000 تومان برای چند روز یا برای چند ساعت. قرآن میگوید اگر شما استطاعت ندارید المحسنات المؤمنات نگاه کنید، چون طولن به معنی طاقت لم یستطع تشریح میکنید. اگر فمن لم یستطع، هر کسی که استطاعت ندارد از شما قدرت نکاح محسنات مؤمنات را، تو نکاح کند ما ملکت ایمانکم را، از کنیزان شما که مؤمنند. امام شافعی میگوید کنیز را زمانی میتواند نکاح کند که طاقت حره را ندارد، او کنیز هم باید مؤمن باشه. امام ابو حنیفه میگه این ترغیب داده که فتیات مؤمنات پس کتابیات را هم میتونه نکاح کنه، و اگر طاقت حره را هم دارد به شرطی که زن حره قبلا در خانش نیست او میتواند کنیز نکاح کنه. اگر زن آزادی دارد حالا به سر اون زن آزاد کنیزک دیگری را نمیتونه نکاح کنه. اگر کنیزک مال خودش که نکاحی ندارد او همینطور استفاده میکنه مالشه. تو لحاظا اینجا هم بیان حرمت متاع و عاریة الفرج، اونی که اجاره میده خود را. چرا انجا قرآن عظیم و شان میگه کنیز نکاح کن، چرا نگفت حره رفیقه کن؟ و خدا عالم هست به ایمان شما، لحاظا زیاد فخر نکنید. کنیزه حالا ایمان دارد، شما ایمان بهتری دارید، او ایمان بهتری دارد، اون خدا میداند از لحاظ دینی. بعد شما از بعد دیگره. کنیزم بیچاره از نوع انسانه، چه فرقی دارد؟ آنچه کنیز دارد حره همون چیز را دارد، یا آنچه که حره دارد کنیز همون چیز را دارد، چیزی کمتر و بالاتر ندارد. بعد شما از بعد دیگری، لذا نکاح کنید این کنیزان را به اجازه آقای آنها، به اجازه اهل آنها. حالا اهلش زنیه مردیه، بعد از او اجازه گرفت و نکاح کرد. و بدهید، خب این زنان هم کنیزها مهر دارند. کنیزها چی دارند؟ مهر کنیز را کی میگیرد؟ همون کسی که مالک کنیزه. پس بدهید به اون کنیزان مهر آنها را به معروف، یعنی به خوبی طی کردید، در حالی که این کنیزها بند کرده باشند خود را از کارهای بد. وقتی زن شما شدن این هر جایی نباشد، چون کارهای کنیزها عموما کار میکردند و اختلاط زنی و با مردها و دنبال گوسفندها و سر مزاره و غیره اکثر خیانت میکردند. الله تعالی گفت این کنیزها محسنات باشند، یعنی اینها باید در بند کرده باشند، جاهای دیگر استعمال نشند، بند کرده شده باشند، خود را بند کرده باشند، غیر مصافحه. این کنیزها هر جا آب ریز نباشند. وقتی شوهر گرفتند لحاظا بدون شوهر هم اینها زنا نکنند. ولا متخذات اخدان، اخدان دوستهای سری را میگن، و گیرنده دوست سری نباشند غیر مصافحات،
دافع غریزه نباشن مثل زانی و متع کننده ولا متخذات اخدان و گیرنده اخدان دوستان مخفی، یعنی کار بد نکنن، محرمانه برای خود سرن برای خود دوستی نگیرن، غیر گیرنده دوست سری. اخدان دوست سری را میگن، یعنی نه علنا زنا کنن و نه محرمانه زنا کنن، نه سرن. فاذا احسننا، وقتی اینها با نکاح پاک دامن قرار داده شدن، حالا نکاح شدن یا نه پاک دامن قرار داده شدن، تو اگر اینها زنا کردن آنچه بر آزاد است نصف گردن اینها، چون نعمت اینها کامل نیست، لذا بر آزاد 100 ضرب شلاخه، بر کنیز 50 ضرب شلاخه. کنیز اگر زنا کرد رجمش نمیده، 50 ضرب شلاخه. ذالک، این نکاح کنیز برای کسی هست که خوف زنا را دارد از شما. کسی مال نداره، غریزش هم شور دارد، نمیتواند زن حره ای را نکاح کند، پس نکاح کنیز برای او مباهه. امام شافعی میگه حتی طاقت حره را نداره نکاح کنه، اصلا نداره مالی که زن آزادی را نکاح کنه و خطر زنا هم هست. خب از زنا پس همین کنیز را نکاح کنید بهتره، کم از کم نسلی اگر درست میشه نسل غلامه، چون اگر بچه این کنیز پیدا کنه این بچه هم تابع مادرش هست. اگر پسری باشد غلام میشه، اگر دختری باشد کنیز میشه. این خاطر الله سبحانه و تعالی ترغیب میدهد که ان تصبروا خیر لكم، صبر کنید تا خدا شما را مالدار کند و زن آزاد نگاه کنید، برای شما بهتره. بهتره از این که شما با یک کنیز نکاح میکنید، این کنیز فردا دارای بچه میشه، بچه مال شما لیکن غلام و کنیز میشه. قرآن ترغیب داد. بله اگر مضطرید و نمیتوانید صبر کنید تو باز با همین کنیزک کار خود را انجام بدید. نگفت که بری صیغه کنید، که صیغه نسل کشیه. کنیز کم از کم نسلی پیدا میشه، به امید فردا که شاید این نسل شما هم آزاد میشه. به خاطر غلبه شهوت اگر شما صبر کردید خیره برای شما، تا بچه شما نره کنیز و غیره نشه. والله غفور رحیم، الله تعالی بخشنده مهربانه. بخشندگی و مهربانی خدا تقاضا کرد که برای آنهایی که تحمل ندارن جدایی زنان، که صبر ندارن، اجازه داد که نکاح کنن کنیزان، چون بخشنده و مهربان است. دیگه گفت اگر تحمل نداری لحظه کنیزکی را نکاح کنی و در گناه نیفتی. یرید الله تعالی ترغیب بر تعمیل احکام. الله اراده دارد بیان کند برای شما آیات احکام را، قوانین مصلحت را، و شما را راهنمایی کند در بیان قصص ماضیه و یهدیکم، و شما را رهبری بکند به طریقه آن انسانهای قبل از شما بودند، یعنی به راه نیکا شما را راهنمایی کند. در گذشته در طول تاریخ بشر کنیز بوده و استفاده از کنیزها بوده. کسان خودشان کنیز داشتن از آنها استفاده کردند، اگر خودشان نداشتن کنیزان دیگر را نکاح کردند و لحظا از گناه محفوظ شدند. اصلا همین عقد موقت این نامش عقده، این همون زناه. خب اینها میگن در حدیث و غیره آمده سروران گرامی اون مطابق تقاضای شریعت اسلام بوده، اون نکاحی بوده با تمام شرایط نکاح.
شما بیارید در روایاتی که منسوخیتش ثابته، اینها فوق میگن که نه این عقد مطلق حضرت عمر حرام کرده. ما این از اینها میپرسیم روایاتی که کتب ما دارد حرمت این نکاح را نکاح موقت بوده، با تمام شرایط نکاح بوده، با تمام شرایط نکاح بوده. اگر طرفین می بردن میراث می بردن، حق نفقه، حق لباس، حق مسکن، طلاق، همه این چیزها بوده اند. اگر نکاحی بوده موقت، در تمام شرایط نکاح بوده. چرا هیچ کتاب ما و هیچ حدیث ما چنین مسئله را بیان نکردند از اون صدر اسلام که عقد موقت با عقد دائم فرقی داشت. عقدش که وقت موقت بوده، وقت که تمام می شده جدا نمی شده، طلاق داشته، عده داشته، این چیزها را داشته. چرا المطلق یطلق علی اطلاقه. شما این همه شرایط را درست کردید که قائل به عقد موقتی، و ما میگیم اگر این عقدی نزد شما عقد دائم، الحمدلله این همه هلال زاده ها ثمره عقد دائما، والدینشون ازدواج کرده و همه اولادهای هلال از اون نعمت عقد دائم متولد شده اند. و اگر شما میگید این عقدیه، نکاحیه، ثمرهش نشان میدید، کدوم یکی از شما ثمره عقد موقتی؟ هر چیزی ثمره‌ای دارد. ثمره عقد دائم همین همه هلال زاده ها ثمره عقد دائم هست. و اگر اون عقدیه ثمرهش نشان میدید. و بعد دیگر شما میگی حضرت عمر صیغه را حرام کرده، عقد موقت را پیغمبر حلال کرده، حضرت عمر حرام کرده. حالانکه روایاتی که ما نقل میکنن بزرگان ما و محدثین ما، شما از ما را قبول نمیکنید، روایات ما را قبول شما ندارید و ما هم روایات شما را قبول نداریم. روایاتی که شما به باقر، به جعفر نسبت میدید و به محمد باقر نسبت میدید و همین نهج البلاغه‌ای که شما معتبرترین کتاب شما هست هیچ سند ندارد. ما که اونها برای ما ملاک نیستن. اگر از کتابهای ما استدلال میگیرید برای عقد موقت، تو روایات ما هرچی نقل شده حضرت علی نقل کرده. حضرت علی هم گفته که متعه و گوشت خر اهلی حرامه. عقد موقت، متعه و حمر اهلی در یک روز حرام بودن. قبلا هم گوشت خر حلال بود، در حال حرمتش آمد که دیگه ها پر از گوشت خر بودند و می جوشیدند. وقتی حرمت آمد همه چپا شدند، کسی نخورد. اول می خوردن. شراب هم اول حلال بوده. این عقد موقت رسوم قبل از اسلام ممنوعیت نآورده بود، این هم مباح بود. شراب مباح بود حرام شد، خر مباح بود حرام شد. این عقد موقت مباح بود حرام شد. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بهش خبر داده شد که کسانی به همون منسوخ دارن عمل میکنن. چرا؟ صحابه همه در محضر پیغمبر بودن. یکی یک مسئله را شنیده بود و رفته بود، 2 مرتبه تماس تلفنی نبود و به تک تک به حضرت عمر خبر دادن که کسانی هستن که عقد موقت را هنوز حلال میدانن، خبر از منسوخیتش ندارن. تو حضرت عمر اعلانهای عمومی کرد
که اگر به من گزارش این تاریخ به بعد برسه که کسی اعتقاد به عقد موکد داره، من او را مجازات میکنم. چیزی که نسخ شده، منسوخ شده، بر منسوخ چرا عمل میکنی؟ و آنهایی که قائل بودن به آنها خبر نرسیده بود. و حضرت علی هست ناقل در کتابهای ما برای حرمت عقد موکد. و اگر حضرت عمر خلاف میکرد، من اینه میگم، اگر حضرت عمر خلاف میکرد و حرمت میآورد، حضرت علی و حسن و حسین کجا بودند؟ کجا بودند؟ ها؟ بگید که حضرت علی ترسید و حرفی نزد. حضرت عمر وقتی یک حلال الهی را به زعم شما، به گمان شما یک حلال را حرام می کند، حضرت علی کجا بود؟ حسنین کجا بودند؟ بیارید از دلائل مسلم بیننا و بینکم، شما ثابت کنید که حضرت علی بر علیه این حکم الهی که حضرت عمر حرامش میکند و اقدامی کرده باشد، سخنی گفته باشد، تبلیغ کرده باشد. خب شما میگید اون به خاطر این حضرت علی سکوت کرد که او حکومت داشت و اگر میگفت اختلاف میافتاد و حکم خدا نقض بشه، حکم رسول نقض بشه، 100 مرتبه اختلاف بشه سکوت جایزه؟ وقتی خلاف پیغمبر و خلاف دین کسی کار میکنن ما سکوت کنیم که اختلاف میشه؟ و انبیاء آمدن همین کار کردن. انبیاء گفتن شما اشتباهید، باید از ما اتباع کنید. حضرت علی باید قیام میکرد. خب اگر در حیات قیام نمیکرد، بعد از وفات حضرت عمر وفات کرد، 12 سال حضرت عثمان حکومت کرد، بعد 5 سال خود حضرت علی 5 خورده سال، 17 سال بعد از عمر، 18 سال بعد از حضرت عمر حضرت علی زنده بود. در این 18 سال عکس العمل علی را برای ما ارائه بدید با سند، با قواعد مسلمه تاریخی که حضرت علی این کار حضرت عمر را که شما میگید به زعم شما اعلان کرده که اون حکم خراب بوده، بیارید دلایل، بیارید ثابت کنید. در مدینه اعلان کرده، در مکه اعلان کرده که محل تجمع مسلمان ها بود، در کوفه اعلان کرده. حالانکه روایات حرمت مطاع عقد موکد از حضرت علی ثابتن تو کتابای ما، شما کتابای ما را قبول ندارید. حضرت علی سرسخت‌ترین انسانه که شنیده بودن که مردم بر یک حکم منسوخ عمل میکنن. یک روز هم گوشت خر حرام شد، هم عقد موکد حرام شد. اون عقد موکد را چه کسانی انجام دادن شما بیاری پیدا کنید. برای مجاهدین حسب ضرورت یک مسئله اضطراری بود، مسئله اضطراری بوده. در جبهه 2 سال، 1 سال، نیم سال، 6 ماه، 4 ماه مجاهد رفته در صدر اسلام بهش اجازه داده عقد موکد کن. بالفرض اگر باشد همون فرضیه که مباحیتش در روایات آمده، اون هم با همین شرایط عقد دائم بوده، استثناء شرایط عقد دائم نبوده. بعد که تسهیلات آمد ممنوع شد، اجازه نداره. هر جا نکاح میکنید دائم موکد. به مجاهدین که سیطرهشون وسیع شد، به ایران رفتید، از این تازه مسلمان های ایرانی نکاح کنید. و همون بود شهربانو را نکاح کرد حضرت امام حسین، خواهرش را نکاح کرد محمد ابن ابی بکر. الله تعالی اراده دارد که بر شما رجوع کند با رحمت، و اراده دارند آنهایی که اتباع میکنند شهوات را که شما میل کنید، میل عظیم از دین حق و شهوت پرستان هدفشون اینه که شما از جاده مستقیم میل کنید. ان تمیلوا میلا
عظیما. این قانون اصلاح معاملات. یرید الله ان یخفف عنکم. الله تعالی اراده دارد که سبک کند بر شما، گران نکند. حکمها را سهل کرده، اجازه 4 زن داده که نکاح کنید و اگر 4 زن نمیتونید یکی نکاح کنید، یکی نمیتونید کنید نکاح کنید. به هر حال اینها همه اراده دارد الله تعالی سبک کند از شما حکمهای گران را. چرا؟ خلق الانسان ضعیفا. انسان بیچاره ضعیف خلق شده، محتاج به زن، محتاج به لباس، محتاج به آب، ضعیفه، نمیتونه تحمل کنه، سالهای سال عذوبت را نمیتونه تحمل بکنه. حکم 14 از راه نامشروع مالهای دیگر را نخورید. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم. مؤمنین نخورید مالهای خود را بین خودتان از راه باطل، رشوت و رشوه‌ستانی، غصب، دزدی، اخاذی، پارتی و پارتی بازی، کلاهبرداری، همه اینها راه باطلن. مال خود را بین خودتان از راه باطل نخورید، ها مگر اینکه تجارتی باشد از رضامندی. اگر شما بگیری جلوی ماشین مردم را بابا 10 میلیون بردار بگذار ماشین برو، این هم حرامه. تجارت از رضامندی طرفه. شما گرفتید که باید ساختمان خود را بفروشی، بیا قیمت ساختمان تو 5 میلیون بردار برو، کی نشد معامله. معامله باید از رضامندی طرفین انجام بگیره. شما جلوی دام مردم بگیرید بگه بابا بیا قیمت این بره تو 50,000 بردار برو، بده بره ما بکشم کباب کنی، او راضی نیست، این معامله درسته؟ اون هم صورت حرمته. معامله ای که به رضامندی طرفین انجام بگیره. بیارید تو پنگا بگی اگر این دامه ها را به من نفروشی کار تا تمام میکنم. بیچاره میگه من دام نمیفروشم، میگه نه باید بفروشی، بیا قیمت بازار من بهت میدم، بکش، هر کیلوی 600 تومن من از تو میخرم، بیاری بکشید اینا را، بار زنید توی ماشین و ببرید روی باسکور. این معامله خوردن حرام و راضی نیست، مگر تجارتی که اون تجارت صادرن تراض منکم از رضامندی شما باشد، اون دیگه درسته. اون نکشید خویشتن را. سبحان الله. مال مردم خوردن، آخر انسان برای مال خود را فدا میکنن، نمیکنن. و این کشتن خویشتن، به خاطر مال خود را نکشید. تو ناحق میخوری و پردا میاد، جبهگیریه، گروگانگیریه. خوردن مال حرام نتیجه قتل نفس است. خود را برای مال حرام، برای مال نکشی. لا تقتلوا انفسکم. هر که مال کسی را ناحق ببره، او صاحب مال خود را به کشتن میده، توانایی داشته باشه، نمیده 100%. خب نکشید خود را به خاطر مال. یا اینکه حرام خار خود را میکشه تو جهنم همیشه. الله تعالی به این خاطر میگه لا تقتلوا انفسکم، با خیانت نفسی و با به خاطر مال خود را نکشید، یا از حرام خاری خود را نکشید تو جهنم. ان الله کان بكم رحیما. الله تعالی نسبت به شما مهربانه، اینقدر دستور به شما میده حرام خاری نکنید، مالهای خود را بین خود از راه باطل نخورید، نکشید یک دیگر را. خدا مهربان است، شما را اینقدر دستور میده. مهربانی خدا تقاضا میکنه به شما این همه قوانین و مقررات را ذکر کنه. و من یفعل ذلک عدوانا، هر که این کار را بکند، یعنی قتل نفس بکند، مال را از راه باطل بخورد، در حالی که تجاوز میکند، غیر مستحق که قتل را میکشه و ظلماً عمدن این کار را میکنه، فسوف نصلیه جهنم، انکری ما او را تو جهنم میبریم.
قاتل را تو جهنم میبرین ظلمن، اون حرام خور را تو جهنم میبرین. و کان ذلک علی الله یسیرا، و این برای خدا هم آسان است. همه ظالمین، همه قاتلین، همه حرام خورها را تو جهنم ببره برای خدا آسان است. یکی میگه بابا من از کجای حرام خوردم، حساب و کتاب کجای؟ یکی یک زمان شوخی میکرد، بابا پرده قیامت معلوم نیست من کجا افتادم، من حساب نمیدم. آخر اینا حسابش کردن، بردن سالهات توی زندانش کردند و کوبیدندش، بعد که من دیدی از اینها مخفی نشدی، حسابت کردن دیگه. خدا تو را حساب نمیگیره، تو مخفی میشی. الله تعالی گفت همه قاتل ها و همه حرام خاران را من حساب میگیرم و تو جهنم وارد میکنم. برای خدا سخته؟ سختی نداره برای خدا. نفهمیدی؟ و کان ذلک علی الله یسیرا، همه قاتل ها و همه حرام خاران را به جهنم مجازات کردن و در آتش جهنم داخل کردن برای خدا سخت نیست، خیلی آسانه. حالا الله تعالی شرایط بخشش را ذکر میکنند. اگر شما اجتناب بکنید کبائر ما تنهون، از گناهانی که نهی کرده میشوید، از گناههای بزرگ تو نکفر عنکم سیئاتکم، ما معاف میکنیم از شما گناهان کوچک شما را، با روزه، با نماز، با حج، با تلاوت، با درس، با جهاد، گناههای کوچک معاف میشه. هر کسی از ما گناه کوچک میکنه. الله تعالی میگه شما از بزرگان نمنهی عنه، یعنی از گناهان بزرگ از همه گناه شما نهی شدید. شما از کبائر اجتناب بکنید، الاشراک بالله، سحر، زنا، اکل مال یتیم، اکل ربا، سحر، اینا همه گناه‌های بزرگن که لیست گرفته شده. هر گناه بر اصرار بر گناه کبیره میکنه. گناه اگر که صغیره باشه، اصرار بر گناه صغیره هم کبیره هست و هر گناه به نسبت گناه کوچکتر کبیره هست. این خاطر 700 گناه کبیره شمرده شده. اگر شما اجتناب کردید از اون گناهایی که نهی شدید، از کبائر اون گناهها، تو ما معاف میکنیم سیئات شما را و داخل میکنیم شما را در جایگاه بسیار معزز، مدخل محل قریبا معزز. فضلهای الهی دو نوع هست، سر برا نگرم. یک سری فضلهای وهبیه، مثلا پسر را 2 برابر دختر حساب کرد، پدر را بیشتر داده، مادر را کمتر داده. یک صورتی است که مادر و پدر برابرن، 2 صورت اینه که مادر بیچاره کم میبره، 1/3 1/6. حالا کسی این فضل الهی در این چیزها شما تمنا نکنید که الله تعالی کسی را بیشتر داده، سهم بیشتری داده، اختیار بیشتری داده، به مرد اختیار طلاق و نکاح و رجوع و غیره را داده. اینها وهبیه. تمنای فضلهای عنایتی را نکنید، شما از اون فضلهای کسبی الهی طلب کنید. نمی‌فهمید؟ فضل الهی دو هستند، یک فضل وهبیه و یک فضل کسبیه. تو الله تعالی میگه شما تمنای فضلهای وهبی الهی را نکنید. لا تتمنوا آن فضائل وهبی ماضیه را که فضیلت داده به آن فضائل خدا، باز شما را بر باز دیگر. مثلا پسر را سهم بیشتر داده، پدر را سهم بیشتر داده، برادر را سهم بیشتر داده. این فضلهای عنایتی، این شما تمنا نکنید. چرا؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا، برای مردان سهمی هست از آن چه خودشان کسب میکنن، فضائل کسبی. وللنساء نصیب، زنان هم یک سهمی دارن از آن چه کسب میکنن. شما از فضائل کسبیه کسب
کنی تا اون فضائل کسبیه به شما برسن، نه وحدیه. بخواهید از خدا از فضلش، فضلهای کسبیه، اونی که با کسب حاصل میشن. اگر میخواهید فوقیت و برتری، پس در فضائل کسبیت تلاش و طلب کنید، نه در فضائل وحدیه. ان الله کان بكل شیء علیم. الله تعالی نسبت به هر شیء علیم بوده، با علم کامل خودش کسی را فضیلت داده. برادر را بر خواهر، پدر را بر مادر در مال فضیلت داده، بینا گفته بیشتر بدید. زن بمیره بچه نداشته باشه، شوهر نصف مالش ببره. شوهر بمیره بچه نداشته باشه، زن 1/4 ببره. زن بمیره بچه داشته باشد، شوهر ربع مالش را میبره. اگر شوهر بمیره و بچه داشته باشه، زن 1/8 را میبره. خب اینها فضلهای عنایتی هستند. الله علیمه و علیم هرچی کرده، شما بی علمها باید سکوت کنید و گوش باشید و مطیع امر باشید. ان الله کان بكل شیء علیم. خب در موجودگی اولاد، پدر و مادر، او حافظ خواب نرو. در موجودگی اینها به برادر و خواهری چی نمیدن. در موجودگی خواهر و برادر عینی علی را چیزی نمیدن. الله تعالی میگه شما حق چرا ندارید؟ این تقسیم را احکم الحاکمین کرده، علیم کرده، خبیر کرده، حکیم کرده. لکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون. برای هر یکی ما قرار داد این موالی، میراثخواه، وارث، برای آن مالهایی که والدین اقربون ترک میدن. شما حق چرا ندارید؟ اول میراثی تقسیم میشد که 2 نفر با هم رفاقت میکردن، قول و قرار میکردن، از یک دیگر میراث میبرد، یا کسی به دست کسی مسلمان میشد. اکنون الله تعالی میگه این حکم در مال منسوخه، در باقی چیزها منسوخ نیست. 2 نفر با هم رفیقن، قرارداد دارن، میراث از یک دیگر نمیبرن، لیکن نصرت یک دیگر را و امداد یک دیگر را و این کارها را انجام میدن. آنهایی که عقد کرده اید شما، ایمان شما، پس بدهید به آنها شما سهم آنها را. در قدیم 1/6 بوده، حالا که میراث تعیین شده برای هر کسی. اینجا مراد از سهم، نصرت و فتح و کمک و این چیزها هستند. ان الله کان علی کل شیء شهید. الله تعالی نسبت به هر شیء گواه. خلاصه این حکم 15 در این حکم حاکم را خدای عزوجل تایید. زن مرد میراث دیگر، والدین، پدر. خلاصه در این حکم 15 الله تعالی میگه حاکم مرده. زن حق چرا نداره؟ حاکم طلاق، حاکم رجوع، این کیه؟ مرد حاکم خلع هست. زن نمیخواد زندگی کند، مال میخواهد بدهد، مرد اجازه دارد که با او خلع کند. اگر مرد راضی نشد، زن هر چقدر مال بریزه و بگه من خود را از تو جدا میکنم، جدا نمیشه. اختیار طلاق، اختیار خلع، اختیار رجوع، اینها همه مالکیان مردن. این حاکمیت یک فضل وحدی از خدا به مرد داده. زن حق چرا ندارد؟ زن نمیتونه بگه من چرا حق طلاق ندارم، من چرا حق خلع ندارم، من چرا حق رجوع ندارم. حالا میگه رجال قوام،
حاکمیت از آن مردان بر زنان. حاکم مرد، زن رعیت. این فضیلت به ما فضل الله بعضهم، این فضل از خدا، این فضل حاکمیت که به مرد داده، سبب اول فضیلت وهبی است. فضل الله بعضهم، چون الله فضیلت داده بر بعضی مرد را بر زن. این یک سبب. سبب دوم اینه که مرد شکمش پاره از کسب، به ما انفقوا من اموالهم. مرد کشاورزی میکنه، چوپانی میکنه، تجارت میکنه، نوکری میکنه، سردی گرمی چه بلاهایی را که این مرد تحمل نمیکنه، میزنه به آب و آتش تا گٹی 1 کیلو بیاره، میزنه به آتش، میره احتمالات که بیچاره را تو کیسه گونی جمع بکنن تکه تکه یا با تکه های طلایی برگرد. الله تعالی میگه مرد خرج میکنه، هر که خرج میکنه، نان میاره، لباس میاره، مسکن میاره، کاخی را به چی زیبایی مجلل میکنه، خاتون فقط 1 روز میاد قدم میزنه و میمیشه، دیگه هیچ کاری نکنه. به ما انفقوا من اموالهم، حاکمیت مال مرده. دو سبب حاکمیت الله تعالی، یک فضیلت کسبیه که مرد کاسبه و تعیین فریضه رجال، او خرج میکنه از مال خودش که تنها. چقدر این مزدورها 8 ساعت بیچاره ها میرن زیر استانبولی خاک میکشند و سنگ میکشند و گل میکشند. 3000 تومنه که مزدوری میگیره، به خانه که میاد اولا جیب خود در میاد نمیشه فور تقدیم. یا بیچاره میره مغز و اعصاب خورد میکنه توی بازار، 4-5 ساعت نه 7-8 ساعت 12 ساعت مغازه بازه، 15 ساعت مغازه بازه. اونایی که خیلی حرص مال دارن 15 ساعت روی پای ایستاده الان بر میگرده، 4 قلم در آورده بسن، گاف صندوق با کلید همه چیز در اختیار حضرت عالیه. به این خاطر الله تعالی میگه من اون را حاکم کردم. تو که رعیتی، الله تعالی میگه پس صالحات، زنان خوب، اونها قانتات عبادت میکنن در خانه، حافظات للغیب، خود را حفاظت میکنن وقت شوهر حضور ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه خدا آنها را حفاظت کرده. الله تعالی به شوهر گفته نان بیار، لباس بیار، مسکن بیار، کور باش بیار، تو حاکمی. این خاتون صبح به صبح نره سر فلکه برای کارگری، تو برو سر فلکه. این دیگه با اون را بیچاره سر فلکه و تو بری برای لیب نکن ظالم. حافظات للغیب، به ما حفظ الله، خدا او را حافظ حفاظت کرده به حفظ الهی و توفیق او، به خاطر خدا او را حفظ کرده. این ما مصدری جمله را به معنای مصدر میکنه، به خاطر حفظ خدا. زن الله تعالی گفته بس تا خانه بشین، شوهر مولوی باید بره چشمش بترکه، مزدوری بکنه بیاره بده، لباس هم بخره، نان هم بیاره بده، مسکن هم تهیه کنه. سه حق زن که نیاز زنان به گردن شوهر فرضه. خدا حفاظت کرده، تو خیانت نکن دیگه. او بیچاره رفته سر مغازه و تو دیگه گوشید به دست اینه و به دست اویه، تماس بایی میگیری و ظالم اینطور نکن. حافظات للغیب باش، بچه ها را حفاظت کن، مال را حفاظت کن، اون حق شوهر مظلوم ستم دیده را حفاظت کن.
نعوذ بالله به هر کس ارزش نکن. حافظات للغیب بما حفظ الله، قانون اصلاح ناشزه و بیان دفاعیه اربعه برای اصلاح ناشزه. زنی که نافرمانه، اطاعت نمی کند، حدود الهی را رعایت نمی کند، اول خدا به مردان گفتن عذوهن واللاتی تخافون نشوزهن، اون خانم هایی که شما از قرائن کبیر احساس می کنید نافرمانی آنها را، تمرد آنها را، حجاب را رعایت نمی کنند، حفاظت نمی کنند اولاد و مال را، نعوذ بالله شما احساس خطری دارید از این، اول فعظوهن، این زنان را نصیحت کنید، اول با زبان نصیحت کنید. دوم وهجروهن فی المضاجع، اگر شما دیدین این ناشزه درست در نمیاد، بگو اون گوشه اتاق جای خواب توه، حضرت در این حال می خوابه، در اتاق خواب نمی خوابه، دم اتاق خواب می خوابه، یا دم حیات در حیات می خوابه. وهجروهن فی المضاجع، اونها را ترک کنی در رخت خواب تنها. اگر از این کانال درست نشد، باب ضرب یضرب ضربا فهو ضارب و ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب واضربوهن، بزنید لیکن نه که چشمهاشون کبود کنید، چهرهش بیچاره را کبود کنید، دست و پاش کبود کنید، نه، ضربی که اعتدال در آن باشه. با یک چوب اناری به جانش بیفتی بیچاره را رنگش تمام کبود کنی، خب ظالم اینطور نکن، ضرب هم اعتدالی. اگر این راه درست نشدنوز نافرمانه، چوب هر روز میخوره و بازمون سر ادامه میدهد. فین اطانکم، اگر اطاعت کردند از این مراحل، شما حق ندارید بهانه جویی کنی، لا تبغوا علیهن سبیلا، در راه بهانه جویی این طرف اون طرف نکنی. ها چرا اللہ تعالی علیاً کبیرا، اللہ ذاتش بسیار عالی و بزرگ است. اگر بیت عزتی داده، اگر تو ناحق این زنازی تو آزار کردی، اللہ تعالی تو را تو سری میزنه، این زن از تو جدا میکنه، تو را از اون زن جدا میکنه، تو سری میخوری و کیف میکنه. اون میره زن خوبی هست، بیچاره فرمان بردار و اطاعت کننده ای هست، میره شوهر دیگر میگیره، تو درد سر میگیری. این بلای کوچیکی بود، یک بلای به دستت میافته که نبتونی بخوری و نبتونی هضمش کنی، تو خلانتی بگلویت میفته. خدا علی و کبیر است، اگر بهت عزت داده، عزت را تو میتونه بگیره. ناحق بیچاره اطاعت میکنه، فرمان برداره، عفت داره، حیا داره، بچه تو را حفاظت میکنه، شیر میده، مال تو را حفاظت میکنه، شیر میده، تو آمدی همه چیز آماده، دیگه تو پوزا پوز نباش. فلا تبغوا علیهن سبیلا که ان الله کان علیاً کبیرا، علی الکبیر تو را میاره پایین و نمیبره بالا، او را از تو جدا میکنه، تو را از او جدا میکنه. باز این سه مرتبه اذوهن و اهجروهن فی المضاجع واضربوهن، اگر اطاعت کرد که ماشاءالله بهانه جویی نکن، یک مرتبه با تو ترش برخورد کرده دیگه همیشه بیچاره را بکوبی که خدا به من گفته بزنم تو را، چرا میزنی؟ چه کار کرده منی بیچاره میزنی؟ فلا تبغوا علیهن سبیلا. الله علی و کبیر است، همون علی الکبیر که تو را آقا کرده برعکس میکنه. ها اگر از این سه مرتبه هدایت نشد، هنوز حجاب را رعایت نمیکنه، نماز نمیخوانه، بچه را صحیح تربیت نمیکنه، حقوقی که تو از اون میخواهی رعایت نمیکنه، تو میخواهی سلام علیکم
بینیره میزنه بالا، 4 کلمه چنان تند و تیز تحویل میده که دیگه تو برای همیشه مرد دل میشی. دو فکر نمی کنی که حیاتی داری. باز برای اصلاح او هم زدی درست نشد، هم هجران کردی درست نشد، و همینطور بازار میزنه. حالا 4می مرتبه برو، یک حکمی از طرف مرد، یک حکمی از طرف زن، بره این زن ناشره رو نصیحت کنه. اگر این حکمه ها اراده خیر داشته باشند، پدر او، برادر او، عموی او با برادر یا عمو یا پدر این شوهر برن بهش نصیحت کنن که باید تو خوب بشی، نصیحتش کنن. اگر پدرش بگه و پدر شوهر بگن که اگر تو اصلاح نشدی، اطاعت نکردی، فرمان برداری نکردی، همینه بگن، فوراً این ما از اینجا بر میگردیم، زنی دیگر میدیم. اگر پدر به دختر چنین تهدید بکنه، دختر دیگه حسابش میکنه، یا میگم که طلاق بده تو را. دختر دیگه الان میدانه پدر طلاق گیره، مال هم نمیگیره، مال هم که داد لازم من دیگه بدون شوهر مگه همیشه کلفت پدر باشه. همیشه برای پیرمرد و پیرزن رخت خواب فهم کنم و دیگه خودم آه بکشم، حسابش میکنه. الله تعالی چقدر دانا هست، میگه فبثوا حکما و این خفتم، ای مسلمان ها اگر شما ای حکام احساس شقاق بین ما بین زن و مرد کردید، بپرستید یک حکمی تا که نافرمان را تفهیم کند برای اصلاح از اهل مرد و یک حکمی از اهلش. اگر این دو حکم واقعا خیرخواهانه این زن نافرمان و نادان را نصیحت بکنه، خدا موافقت میاره. این یریدا اصلاح، اگر این دو تا حکم اراده اصلاح کنن، بل اگر یکی دلش مرض داره همیشه تیک میزنه از این طرف، دو اصلاح نمیاره. اگر دو طرف حکم اراده اصلاح کنن تو موافقت میارد الله تعالی بین آنها، به شرطی که مشوره آنها عمل کنند. خدا موافقت میارد. ان الله کان علیما خبیرا، الله تعالی دانا خبردار، حکمت ها را خوب میداند، طرق اصلاح را خدا خوب میداند. همین روز اول زن نافرمان طلق و تطلیق این باب را نخوان، این مراحل اصلاح را طی کن. اگر درست نشد که بلا حفظه کن. نفهمیدی؟ طرق اصلاحیه خدا علیم و خبیرت، راه اصلاحیه را به شما نشان داد. با نصیحت اگر یک ذره انسانیت داشته باشد میفهمد، ورنه همون مسئله واجرهن داغش میده، به شرطی که حضرت هم حوصله بکنه. بله زنای ناشزه اکثر اون زنانی هستند که نمیخواهند با شوهرها زندگی کنند. او زن بیعقل که نیت زندگی هم دارد و زبانش را نمیتونه اداره کنه، دا شوهر اطاعت نمیکنه، این دیگه کمال احمقی اون زنه. الله تعالی طبیعت را خلق کرده، طبیعت را میداند با چه اصلاح میشه. این آخرین حرفی که فبثوا حکما من اهله و حکما من اهلها معنیش اینه که این حکم ها برن بشنون از این زن. حالا زنی نمیخواهد با شوهر بشینه، دو طرف رفتن میدانه، پدر میگه من یک گدای بازار کرده هیچ قبول نداری، اون همین حرفی میزنه، این حرف میزنه. این حکمات دیگه میتونن
میدانند. هم قرآن گفت این یریدا اصلاح. گاگاه میبینه همین اطرافی های زنن که او را تحریک برای ناشده میکنن. نه اصلا حرفش قبول نکن. زن تا دستور نگیرد از خویشاوندان خودش، این حکم معنی اینه که تشخیص داده میشه که هدف این زن چیه. و اگر اولیاء نخواهند که زن بمانه، پدر، عمو، برادر با این شوهر بمانه، اینطور هم که نمیتونن بگن که ما نمیخوایم طلاق بده، چرا باید همه چیز بدن؟ خود حکم برای حکم مشخص میشه. و قرآن میگه که اینها هم اراده اصلاح داشته باشه موافقته. اگر دل اینها هم مرض داشته باشه که موافقت نیست. بعد از بیان قوانین 15 گانه رعیت، بیان مسئله مقصودی یعنی توحید. همه در عقد و نکاح و طلاق و انتخاب و نصیحت زن و شوهر الله تعالی میگه زندگی را سپری نکنید قاضی صاحبان و عبد الله. همه تو همین کارهای امور انتظامی که الان اکثر مردم تو همین امور انتظامی مشغولند. الله تعالی میگه تو این امور انتظامی همه زندگی شما تلف نشه. و عبد الله، عبادت کنید تنها خدا را، کدون عبادت مقبوله. ولا تشرکو به شیئا، با عبادت خدا هیچ احدی را شریک نکن. جانی مالی زبانی الله را عبادت کن. شرط مقبولیت عبادت ولا تشرکو به شیئا، شرط. اللہ تعالی میگه عبادت حق اختصاصی الله. اگر برای مخلوق عبادت جایز میشد، از همه حقدارتر عبادت والدین که بعد از خدا محسن ترین فرد نسبت به انسان والدین. الله تعالی میگه با عبادت خدا هیچ احدی را و هیچ چیزی را شریک نکنید، حتی که والدین را هم شریک خدا در عبادت نکنید. سجده نکنید والدین را، طواف نکنید والدین را، رکوع نکنید برای والدین. ما فوق الاسباب والدین و حضرت روا مشکل بشار نخواهد، بلکه و بالوالدین احسانا، به والدین احسان کنید، به ذی القربا احسان کنید، به یتاما، به مساکین، به همسایه که ذی القربا رشته دار است، به همسایه که رشته دار نیست و فاصله دارد، به همسایه که خویشاونده یا به همسایه که متصله، به همسایه که دوره فاصله دارد، خانهش از شما یا خویشاوند نیست، و به صاحب جمع و اون که همراه کنار تو هست. بعض مراد طالب علم هم کلاسی، رفیق هم سفر، رفیق هم صندلی، یا صاحب زن حضرت عالیه. حضرت عالیه صاحب الجنب، همه رخت خبرت رو اشغال نکن که بیچاره نتونه چطور بخواه، اونجا هم احسان نیست. و ما ملکت و ابن السبیل و مسافری که رانده درگاه خواه مهمان شما باشند یا نباشند، مسافر هر چی کرایه ندارد با او احسان کن. و ما ملکت ایمانکم، و با آن غلام و کنیزانی که مالک ایمان شما. الله تعالی دوست ندارد هر کسی را که مختال متکبر درونش خیلی پره فخر میکنه با زبان، قلباً مختاله، زباناً فخوره. چرا؟ سروران گرامی، وقتی غرور درون انسان می آید، انسان احسان نمیتونه. انسان متکبر احسان نمیتونه. او همش غرور داره، می نازه. فخر و ناز او را کجا می گذارن برای احسان؟
که دست پیر ظالم مستضعف مادر الان افتاده هوش نظافت هم نداره، فرزند متکبر میتونه بغلش بیا بشینه؟ پدر بیچاره پیر ناتوانه مگر ثوره احاطه کردن، فرزند متکبر میتونه بغل او بیا بشینه؟ اون که خود میده بروت را میزنه بالا و گل را میزنه بالا، او کجا به این مستضعف محتاج بیاید دست را روی سرش میگذارن مگر سار از روی چشمش بال میده، دستش میشوه، دستش بیچاره آلوده با آب بینی با آب دهان، جای دیگر خورده حواس نداره. انسان متکبر نمیتونه احسان کنه، فهمیدی؟ و میتونه یک جوان گردن کلو یک مشت پیرمرد از کنج خانه افتاده اصلا شرمنده میشه بگن تو فرزند این پیرمردی یا فرزند این پیرزالی که کمرش خمه. متکبر حاضره با اینها احسان کنه؟ حتی متکبر با والدین هم نمیتونه احسان کنه. بسا متکبر بودن در رژیم شاه، پدر مسکین بلوچه با ریش و پشم و قیافه اون دقیانوسی رفت به دربار فرزندش در تهران، فرزندش درجه داری بود، یک پیرمردی فرسوده حال آمده و سرهنگ خانه کی زنگ میزنه، یک پیرمرد فرسوده حالیه، برو باز چی کاره این پیرمرد؟ بردن توی اتاق نشاندن، گفت این یکی از مزدورهای ما از سیستان و بلوچستان آمده، از نوکرهای. بله یک مولوی با این همه شان و شوکت، یک پدر پیرمرد و ناتوان و بدگر کشاورز، این مولوی حاضر میشه که این احسان میکنه، کفشش راست میکنه، دستش بگیره به این بیمارستان اون بیمارستان ببره، پروستات داره بیچاره، گردن کلوفتیه، مختال فخور را خدا دوست ندارد. اون فرزند مهربان متواضع، پدر پیرمرد و ناتوان و مستضعف از کسب و کار افتاده، حتی هوش هم نداره. خدا از تو میخواهی بی ماه مبارک رمضان که چنان زندگی ارذل عمر به ما ندهی، پناه میگیری. خدا هیچ کس را برای هیچ فرزندی محتاج نکنه. واقعا اون فرزند که در حال پیری والدین مشتاقانه به دست آنها بیفته، مثل مولانا عبیدالله سندی والدینش در اصل غیر مسلمان بودن و نامش هم غیر مسلمانی بود، علامه وقت و سیاستمدار بزرگ بعد از اسلام مولانا عبیدالله سندی شون میگه مادر پیرزالی داشت، حضرت مولانا در حال دست دادن و چی میشد گاگایی میامد همون نام هندویش میگیره، فلانی بدون کفش از سر دست بلند بشون میرفت، کفش جلو کفش اگر نداشت جلوش بگذاشت. چی میگی مادر جان چی میگی؟ جلوش میرفت و تعظیم میکرد و میایستاد، مادر چی میگی؟ کفش هم نمیپوشید. چرا عبیدالله سندی رحمه الله شد که خدا گفته است اگر والدین تو حضرت علامه مولانا کافرن، در دنیا تو لازم است که و صاحبهما فی الدنیا معروفا. علامه زمان والدین تو غیر مسلمانند، باید در امور دنیا همکار و صاحب آنها باشید. شبها باید این پدر نعوذ بالله کافر و مادر کافر را خدمت بکنی، هر مرتبه خواستن تو را که ببری اینها را تا دستشوی دستشونه بگیر و ببر و بیا. صاحب هما فی الدنیا معروفا، تو باید در خانه همین والدین که نعوذ بالله کافر هم هستن با شبها اینجا بگذرانی، نرویل نکنی، بیچاره
از کار افتادن تو علامه شدی، میری با خانمی بیچاره اینجا نیازمند محتاجه، اینطور نکن. صاحب هما فی دنیا معروفا. نعوذ بالله اگر والدین کافرن، چه خدای حق شناسیه؟ حق من تو را خلق کردم، همه چیز مال منه. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا لیکن وبالوالدین احسانا. بعد از خدا حق والدین، اگر عبادت جایز می بود برای والدین میشد. خدا نگفت که والدین سجده کن، سجده حق من. مختال فخور احسان نمیتونه بکنه، با والدین نمیتونه احسان کنه، دیگه با یک مستصف لب خیابان افتاده کجا میتونه احسان کنه؟ الله تعالی هم مختال فخور را دوست نداره. خدا انسان را متواضع کنه، انسان در برابر ضعیفه ها ضعیف بشه، متواضع بشه، احسان کنه با غربا، با مساکین، با خویشاوندان. حالا یک گردن کلفت یک برادر غریب خود را چطور میتونه بپذیره؟ یک برادر شوپانه، اون هم 4 دفعه تونسته از مین رد بشه، الان دیگه اینقدر پست بده که ماشین 150 میلیون زیر پای منه. با برادر غریب مسکین چوپان بزگر ساروان، این میتونه حرف بزنه؟ کجا میتونه حرف بزنه؟ حاضر هم نیست که بگم برادرش فلان بزگره. متکبر نمیتونه احسان میتونه. این خاطر الله تعالی میگه اونهایی که احسان نمیکنن در این موارد آنها متکبرن و خدا متکبرین فخور را دوست ندارد. ثمره فخر و بخل الذين يبخلون. احسان با مال میشه، با جان هم احسان میشه، لیکن مال خرج کن برای والدین، خرج کن برای خویشاوندان، خرج کن برای یتیمها، خرج کن برای مساکین، خرج کن برای ذی القربا، خرج کن برای جار جنوب، برای صاحب الجنب، برای مسافر، برای ما ملکت ایمانکم. این غلام بیچاره صبح تا ظهر برای تو کار میکنه و یک کوتی که سرما جلوی سرما رو بگیری نمیدی. همین بودن نه؟ احسان کن بده. الله تعالی میگه مختال فخور احسان چیه؟ که اگر دیگری احسان بکند به زور میاد. چه مولا مفت برم بابا، تو که دادی مولا رو مفت؟ اون نده مولا رو زهر و ماری مفت. چرا دیگه اینقدر بخیلی میکنی که اگر یکی دیگر احسان میکنه تو را زور میاد؟ حتی الله تعالی بنده دارد. اینها مختال فخورن. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. و تا جایی بخیلن که اگر یک هنری بلده هم به کسی نشان نمیده. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله. جزای این مبتدا، خبر این مبتدا، لهم وعید شدید. اونها که بخل میکنن و یأمرون الناس بالبخل. شما ببینید بس انسان همین طورن، نه خودشون خرج میکنن و کسی که خرج میکنن هم زورش میاد. و یأمرون الناس بالبخل و کتمان میکنن آنچه را که خدا به اینها داده. بخل علمی هم دارد، هنری بلده، کسبی بلده، روی دارد، آبروی دارد، حتی همین روی آبروی خود را برای نجات یک مسکینی به کار نمیبره. کم از کم زنگ بزنه این مسکینی ویلش کنید، این قدر هم نمیکنه. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله. جواب این مبتدا، خبر این مبتدا، لهم وعید شدید. برای اینها وعده های عذاب سخت هست، وعید شدید هست. و ما برای اینها آماده کردیم، برای این کافرها ناشاکرین در نعمت مال و علم. اینجا کافرین را حضرت استاد معنا کرده ناشاکر در نعمت مال و در نعمت علم.
شکر نعمت مال و علم این بود که این علم را پخش میکرد، آموزش میداد، و شکر این مال این بود که این مال را در این موارد خرج میکرد. این ناشاکر در مال و در علم، در نعمت مال و علم. برای چنین ناشاکران و منکران ما عذاب اهانت آمیز را آماده کردیم، عذابی که مهین است، ذلت آمیزه. برعکس والذین ينفقون اموالهم، این عطف بر اون الذین، آنهایی که انفاق میکنن مالهای خود را برای نشان دادن مردم تعریف کنن سخی جان است. خدا هم ریا باشد قبول نمی کند و هم بخل باشد قبول نمی کند. باید مال محبوب برای محبوب داده بشه. اونهایی که انفاق میکنن مال خود را برای نشان دادن مردم، ایمان ندارن به الله. حقوق بشر چیه دیگه بابا؟ مثلا ترحم بابا سازمان حقوق بشر برای خدا نمی. اونهایی که انفاق میکنن مالهای خود را برای نشان دادن انسانها، ایمان به الله ندارن و به روز آخرت، خلاصه برای اینها هم وعید شدید است. برای اینها هم وعید. ببینی این والذین عطف بر اون الذینات جزوه دارن، علامت عطف نوشته. برای اینها هم وعید شدید است. و اینها یار شیطانن، شیطان رفیق شب و روز اینهاست. هر کسی که شیطان یار او و رفیق او باشد، فساد قرینا، بدترین قرین. و شیطان به ایمان یعدکم الفقر و الفحشا، همه شیطان انسان نمیگذاره برای انفاق، دشمن ایمان نمیگذاره. چرا میبری میدی؟ مفت خور میدی، تو زحمت کشیدی، سختی فشار جلوی تو. شیطان دشمنه و خصوصا رفیق بخیلهای علمی، بخیلهای مالی. شیطان آنها رفیق آنهاست و آنها را نمیگذارد برای انفاق. کسی که شیطان رفیق او باشد فساء قرینا. الله تعالی الان اینها را تهدید میکند که چه بلای زده اینها را. ماذا علیهم بمعنی ای مضرة یلحقهم، چه مضرت اینها را میرسید اگر اینها ایمان به خدا می آوردند روز آخرت و انفاق می کردند از آنچه که خدا به آنها رزق عنایت کرده از اخلاص. چه بلایی می زد اینها را؟ ماذا علیهم ای مضرة یلحقهم، چه بلایی بر اینها وارد می شد. زد با ترغیب الانفاق است. اگه اینا ایمان درست به خدا و روز آخرت می داشتن و انفاق می کردن از آنچه که خدا به آنها داده، مال اینها نیست، مال خداه. و کان الله بهم علیما، الله تعالی نسبت به آنها علیمه، به نیک و بد آنها الله تعالی آگاهی دارد، موافق هر کسی جزا می دهد. ان الله لا یظلم مثقال ذره، به تحقیق الله تعالی ظلم نمی کند اندازه یک ذره ای. اگر اون ذره نیکی باشد چند برابر می کند خدا آن را. آنقدر مهربانه که چند برابر می کند اون نیکی را و می دهد از فضل خودش، از دربار خودش اجر عظیم، علاوه ثواب موت، اون ثواب صدقه به جای خود که انعام هم می کند. فكيف اذا جئنا من كل امه، چه حالی می شود برای این بخیلان، برای این متکبرین، برای این ظالمین، وقتی ما میاریم از هر امت یک گواهی، نبی آن امت را به عنوان شاهد میاریم. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و ما هم شما را ای پیغمبر میارم بر سر این انسانها گواه. من برای هر امتی شهیدی میارم و شما را گواه اینها میکنم. اونجا چه حالی میشه؟ سبحان الله. سوال و جواب میشود و پیغمبر مثل حضرت عیسی ابن مریم جواب میده. خدا من در زمانی که در میان اینها بودم دیدم یکی عمل کرد و دیگری نکرد، حقیقت با شماه.
وقتی شما ما را از این دنیا بردید شما دیگه بدانید مخلوق شما چیکار کرد. یوم اذن بیان کیفیت، آن روز که الله تعالی مجرمین را میارد، گواه نبی را هم میارد، شما را هم گواه میکنم میارم. آن روز دوست دارند آنهایی که کفر کردن و نافرمانی کردن پیغمبر را، دوست دارند که لا تسوا بهم الارض، برابر کرده شود زمین با آنها، تسویه زمین را با خودشون برابر، یعنی تمنای خاک شدن را دارند. لو مصدریه، جمله را به معنی مصدر میکنند، تمنا میکنن برابر شدن زمین بر سر آنها، یعنی آنها خاک میشدن، تمنای خاک بودن را دارن و از خدا کتمان نمیکنن هیچ حرفی را، هر کلمه و جرمی که کردن برای خدا بیان میکنن. مرحله اول انکار و معاذیر، آخر دیگر اعتراف. ولا یکتمون الله حدیثا. الله تعالی رحم بفرماید این روزهای خطرناک به جلوی من شما هستند. الله تعالی از فضل و احسان خودش ما را از رسوایی های روز قیامت نجات بدهد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.